سوال کردن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهترین مردم چه کسانی هستند و بهترین عمل چه عملی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بهترین مردم احب الناس الی الله انفعهم للناس. محبوب ترین مردم نزد خدا مفیدترین مردم به خلق خدا هستند. هر کسی که نفعش و خیرش و فایدهش بیشتر از همه به خلق خدا میرسد اون مفیدترینه، اون بهترین نزد خداست. پیامبر معرفی میکنه، نگفت کسی که نماز خوب فقط میخونه برای شخص خودش، گفت انفعهم للناس، بهترین خلق خدا پیامبر معرفی کرد، گفت مفیدترین برای خلق خدا، کسی که قدم خیر برای خلق خدا برمیداره. و گفت بهترین عمل چه عملی است؟ باز پیامبر ارشاد فرمود سرور تدخله علی مسلم، یه خوشحالی که بر قلب مسلمانی وارد بکنی، یه دلی رو خوشحال بکنی، اشک رو پاک بکنی، لبخندی رو جاری بکنی، صورت غم دیده رو دوباره بشاش بکنی، ناامید شده رو نوازش بکنی، یتیم رو نوازش بکنی که احساس بی پدری و بی کسی نکنه. سرور تدخله علی مسلم، خوشحالی که بر دل مسلمانی وارد میکنید. جزاکم الله خیر از اینکه حوصله کردید. از همه شما تشکر میکنم. من دعای خیر میکنم که انشالله خداوند به این انجمن مبارک، انجمن محسنین جزیره قشم، توفیق بده که انشالله از جوانو حمایت بکنه. اونایی که میخوان دانشگاه برن هزینه شون بده اگه ندارن، از دانش آموزای ضعیف، از دانش آموزای یتیم، از جوانایی که میخوان ازدواج بکنن. قبلا هم من گفتم در طول سال 4 بار انجمنها اعلام بکنن، بس نیست که حتما فقیر بیاد شرکت بکنه. انجمن اعلام بکنه در طول سال هر 3 ماه یک عروسی جمعی، هر 3 ماه 20 تا 30 تا 50 تا از کل جزیره، اصلا تو استادیوم از منطقه آزاد بگیرید اونجا برگزار بشه. تاریخ بدن، در تاریخ فلان 3 ماه فلان تاریخ عروسی جمعی میخواد برگزار بشه، فقیر و تاجر با هم، هر کسی دوست داره